میکنید سینما میتونه از ماشین زمان عقب بمونه و چیزهایی رو حکایت کنه که 5 سال پیش، 3 سال پیش و یا حتی 1 سال پیش حکایت میکرد؟ نه، سینما هم با سرعت برای کشف مسائل جدید به طرف جلو حرکت میکنه و این آخرین کشف سینمای ماست. مردی از جنوب شهر. چی شد؟ یه امر مهم. اگه ازت خواستگاری بکنم زنم میشی؟ آره و برای ارائه مسائل نو به قدرت بازیگری هنرمندان بزرگ نیاز است. محبوبتر و موفقتر از این مرد در تاریخ سینمای ایران کسی را نمیشناسیم. آشوبگرتر و زیباتر از این زن مگر ستاره هست؟ سلام. و خطرناکتر و ناقلاتر از این پیرمرد رو کسی دیده؟ حالا شدم شیری متر گلدین تایر. کمپانی خنده تقدیم می کند فردین، فروزان و ظهوری در ساخته دیگری از صابر رهبر، مردی از جنوب شهر. نه اتفاقا من به هیچ وجه تمایلاتی ندارم که در خوشترین ساعت زندگیم با کسی بدرفتاری بنمایم، اما تو گولت رو گم کن و از اینجا برو لات جنوب شهری. بیا شامپاین بخور شمال شهری. نکنه عوضی فکر کنین. دیگه حرف بالا و پایین نیست، دیگه قضیه پولدار و فقیر نیست، حرف فقط حرف دله. موضوع فقط سر عشقه که اول آسون به نظر میاد ولی مشکلات مثل قارچ در هر پیچ و خم ماجرا ثبت میشه. شروع اون وقتی که یک مرد میخواد تا پا به میدون بذاره، مشت بزنه، مشت بخوره، سر بشکنه و ریشه هرچی مشکله از بیخ بسوزونه. تو چی گفتی؟ گفتم باز چه عقدم نمی کنی؟ تو از اون کلکای ابنول وقتی هستی که تو آدم بهت میگه سلام علیکم میخوای یه زنجیر بنویسی دور گردنش، یه نوسن یک زیر بغلش و یه کاسه ماست بری دستشو 3-4 تا بچه تو دوانش. علل خصوص که طرف این دختر بالا بلند و ابرو کمند و مشکل پسند باشه. تو همین انگشتم چشاتو در میرم. تو خیال کردی با کی طرف یک میری؟ دختری که هر کی به خواستگارش میرفت دل شکسته برمیگشت، هر کی خیالات بد واسش داشت به روزگار سیاه مینشست. دختری که در این دنیای درندشت پی یک مرد واقعی میگشت. نفهمیدم تو چه کم کسی اما دیدی که مرد بودن ما را قبول نداری؟ مردهایی نه مثل این که واسه هر دختری از در و دیوار آویزون بشن، یا مثل این که با یک کلم از خجالت آب میشن. مردی که بتونه خوب بزنه، خوب بخونه، تند برونه و این خوشگله مطمئن بود که خدا خودش میرسونه. مردی مثل فردین به نقش مردی از جنوب شهر، مردی که اون دلش میخواست. امشب دلم یه چیزی میخواد. چه چیزی میخواد؟ امشب دلم یه چیزی میخواد. چه چیزی میخواد؟ شلوغ کنم عشق و آتیه دوغ کنم. بکن عزیزم. کهکشانی از ستارگان بزرگ سینمای ایران هر یک در اوج هنر بازیگری خود برای درخشش بیشتر این کمدی جدید کوشیدند. فردین، هنرمند محبوب برای همیشه. خیلی خب بزن دیگه. گوله رو یه جایی بزن که حسابی دخلمو بیاره. آتیش جون تیر اولو تو بزن تو آبگاش، اون وقت گوله خلاصش با من. فروزان، زیبا، هوس‌انگیز، با احساس. ما اینیم دیگه. تقوی ظهوری در نقشی جدیدتر و شیرینتر از همیشه. سلام و زهر مار. پیر مرد هاپاپو، از این موهای سفیدت خجالت نمیکشی؟ این زیر چیکار میکنی؟ هیچ، اینجا منتظر مینیبوسم. میری با این سر مبارک قصه دستتو بکش. این نکن زدم. مارینا، ماروتیان، فروهر، نادیا جمال، محمد رضا رفیعی، عبدی، نادیا و بوتیمار. ببینم تو حالا تو زورخونه دلت کباده کنفتی رو دوست کشیدی؟ نفهمیدم چی رو تو زورخونه کشیدم؟ آره بابا جوجو باور کردی تو حرف بیگانه بی از پیشم آخر. مردی از جنوب شهر، آمیخته زیبا و جدید از حادثه، عشق، هیجان و موسیقی. ثمره چشمگیر دیگری از همکاری دو سینماگر بزرگ، فردین و صابر رهبر، که در گذشته شاهکارهایی چون مسیر رودخانه و چرخ فلک را عرضه کردند. مردی از جنوب شهر، یک فیلم جالب برای تمام اهالی شهر.